یعنی پیش زمینه تاریخی قرآن به زبان ساده. و من اونو گرفتم و شروع کردم به مطالعه کردن اونچه که منابع اسلامی درباره قرآن میگن و خیلی زود به این نتیجه رسیدم که تاریخچه کاملا متفاوتی داره. قرآن به زبان عربیه، به زبان مادری خود پیامبر و میشه اونو به دوران پیامبر نسبت داد. این کتاب از زمان پیامبر نوشته و حفظ شده، بنابراین اعتبار تاریخی اون بسیار روشن و ساده است. البته این امر به خودی خود به معنای صحت محتوای اون نیست، اما اصالت اونو اثبات میکنه. بنابراین چون این دوتا کتاب کاملا متفاوت بودن و قرآن مشکلات مشابه با کتاب مقدس رو نداشت، احساس ناامیدی بیشتری پیدا کردم. فکر کردم این کمکی به من نمیکنه. من انتظار داشتم که همه در یک وضعیت یکسان باشن و بتونم راحت ادامه بدم، اما اینطوری نشد و در ادامه یکی از جزوات احمد دیدات به دستم رسید با عنوان محمد در کتاب مقدس. این فقط یه بروشور کوچیک بود که در اون نوشته بود محمد در انجیل اومده، پس چرا بهش ایمان نمیآورید؟ با خودم گفتم من تمام عمرم به کلیسا رفتم و با مردم صحبت کردم، اما یک بارم نام محمد رو نشنیدم، نه به صورت خوب و نه به صورت بد. اصلا هیچگاه نام اون مطرح نشده و در کتاب مقدسم هیچ اثری ازش نمیبینم. بنابراین حالا شروع به مجادله با دیدات و آثارش کردم. اون منو به چالش کشیده بود. اگر از یه مسیحی بخواید که ثابت کنه که عیسی همون کسی که میگن، اون شما رو به عهد عتیق ارجاع میده و میگه که اینجا گفته شده که پیامبری خواهد آمد از فلان منطقه با چنین ویژگی‌هایی و عیسی به طور کامل با اون مطابقت داره، پس چگونه میشه که اون رو ردش کرد؟ اما در عهد عتیق نامی از عیسی نیومده و هیچ اشاره‌ای مستقیم بهش نشده. هر باری که بین این دو تفسیر اسلامی و مسیحی مقایسه می‌کردم، پاسخ‌های دیدات برام قانع کننده‌تر بود تا تفسیرهای مسیحی. به نظر من نتیجه‌گیری به طرز قانع کننده‌ای روشن شد که در سراسر کتاب مقدس از سفر پیدایش تا مکاشفه از پیامبری سخن گفته شده که از محل تولد، اقدامات و دیگر ویژگی‌هاش میشه اونو با زندگی پیامبر اسلام تطبیق داد و این موضوع برای من هم آزاردهنده بود و هم باعث شد که فکر کنم شاید من همون مسلمونی هستم که دچار سردرگمی شده. الان من حدود 50 تا 100 آیه در کتاب مقدس پیدا کردم که به وضوح درباره پیامبر محمد صحبت میکنن. برای مثال واژه حمد در عبری که معادل احمد در عربیه در جایی اومده که میگه احمد تمام ملل خواهد آمد و خانه او بزرگتر از خانه پیشین خواهد بود، که این تعبیر از انتقال مرکزیت از اورشلیم به مکه است. در سفر تثنیه فصل 32 آیات 1 تا 3 اومده که خداوند از سینا آمد و از سعیر طلوع کرد که منطقه فلسطین امروزی است و از کوه فاران درخشید. پس اگر خداوند از سینا آمد یه اشاره مستقیم به موسی است و از سعیر طلوع کرد به دوره خدمت 3 ساله عیسی در فلسطین اشاره داره، پس منظور از درخشید از کوه فاران چه کسیه؟ اون با 10,000 قدیس اومد با قانونی آتشین در دستش. این ممکنه چه کسی باشه؟ پس کوه فاران کجاست؟ مردم همیشه در مورد این بحث میکنن، اما در کتاب مقدس کاملا واضح اومده که ابراهیم هاجر و اسماعیل رو در بیابان فاران رها کرد و اسماعیل بزرگ شد و تیرانداز ماهری شد. پس شما فکر میکنید که فاران کجاست؟ مکه. پیامبر اسلام از کجا اومد؟ فاران؟ آیا اون با 10,000 قدیس اومد و شریعت الهی با خودش داشت؟ بله. قرآن میگه اونا پیامبر محمد رو بهتر و یا راحت‌تر از فرزندان خودشون میشناختن، چون نشونه ها و وحی هایی که در دست داشتن چنان واضح، دقیق و کامل بود که باید واقعا نادان بود تا اونا رو ردشون کرد. با این حال هنوز یک مسئله باقی موند. عیسی در مسیحیت جایگاه بسیار بسیار برجسته‌ای داره و اون اساس دینه. دین مسیحیت کاملا درباره اوست و از طریق اونه که معنا میگیره. پس به عنوان یک مسیحی چطور میشه از عیسی دست کشید و به سراغ چیز دیگه ای رفت؟ این اصلا قابل فهم نبود. اما بعد جزوه دیگه ای از دیدات رو خوندم با این اسم که عیسی پیامبری از اسلام. گفتم نه، اون یه مسیحیه. فهمیدم که دیدگاه مسلمان‌ها اینه که همه چیزهایی که درباره زندگی، معجزات و تولد او گفته شده رو قبول دارن، جز اینکه اونو خدا نمیدونن. پس سوال اینه که اون خدا هست یا نه؟ وقتی به این نقطه رسیدم برام روشن شد که این دوتا دین تقریباً یا کاملاً مشابه هم دیگه، به جز موضوع نجات. سوال این بود چگونه میشه به بهشت رسید؟ آیا با باور به اینکه عیسی خداست و برای گناهان ما جان داد و نجات را خرید، یا با باور به یگانگی خدا و توحید میشه به بهشت رسید؟
پس رفتم سراغ سخنان خود عیسی در کتاب مقدس. پدر از من بزرگتر است. من از خود هیچ نمی کنم. چرا مرا نیکو می خوانید؟ نیکویی جز از پدر نیست. وقتی سخنان عیسی رو می خوندم انگار اون به طور مکرر الوهیت خودش رو انکار می کرد. چرا چنین می کرد؟ دلیل این کار چی بود؟ پاسخ الهی دانان این بود که هنوز زمان آشکارسازی نرسیده بود. اما بارها از اون پرسیده شد که تو کی هستی و برای چی اومدی؟ و پاسخ او همیشه این بود که من پیامبر هستم و هیچ اشاره‌ای به الوهیت نداشت و بر صلیب گفت که خدای من چرا منو ترک کردی؟ همه اینها به وضوح میگن من خدا نیستم. و بدون نیاز به توجیهات پیچیده الهیاتی همه چیز خیلی ساده و روشنه. در نهایت من به این نتیجه رسیدم که کتاب مقدس منو به پیروی از پیامبر محمد فراخوانده. بنابراین به مسجدی در دنتون رفتم، شهری که در اون تحصیل می‌کردم. با اینکه تمام این دگرگونی‌ها در درون من اتفاق افتاده بود و کسی از افکارم با خبر نبود، تصمیم گرفتم مسلمان بشم. حتی به دوست مسلمونم چیزی نگفتم. فقط به مسجد دنتون رفتم، اما وقتی که به در رسیدم دیدم که